درودی چون نور دل پارسایان. آموزش دین زرتشتی سال 10 گفتار 6 رو خدمت دوستان آغاز میکنم. در این گفتار در خصوص بهشت و دوزخ از دو دیدگاه گاهانی و دیدگاه غیر گاهانی در دین زرتشتی صحبت میکنیم. یکی از مهمترین و اساسی ترین پایه های جهانبینی زرتشتی ارزش و جایگاه بی همتایی است که به انسان در گاهان داده می شود. این ارزش به این دلیل است که انسان تنها موجودی به شمار می رود که خردمند آفریده شده است. انسان در بینش زرتشتی یار و یاور اندیشمند اهورامزدا است که با تلاش در راه راستی می تواند جهان را به سوی کمال و رسایی پیش ببرد و خود نیز با پیمودن پله‌های عرفان و اشراق زرتشتی همچون قطره‌ای به هستی بیکران اهورامزدا بپیوندد. اینجا بسیار تاکید داره بر اینکه انسان به عنوان یار و یاور اندیشمند اهورامزدا آفریده شده. و نکته دیگه‌ای که اینجا اشاره میکنه این هست که انسان با طی کردن مراحلی که پله‌های عرفان و اشراق زرتشتی هست این امکان رو داره که به کمال و رسایی برسه. ای مزدا، چقدر آرزو دارم که با کردار نیک و خدمت به بشر در پرتو راستی و اندیشه نیک و دستگیری از وارستگان به تو بپیوندم. در این حاد به 3 نکته اشاره کرده. در پرتو اشع انسان میتونه با استفاده از اندیشه نیک و گام نهادن در مسیر افراد وارسته به اهورامزدا بپیونده. انسان به سبب داشتن خرد و اندیشه توانایی آن را دارد تا آزادانه راه خویش را برگزیند و این معنی اختیار در جهانبینی زرتشتی است. اختیار یعنی قدرت گزینش بین دو راه. دستاورد مهم خرد بوده و تنها انسان میتواند از این پیشکش اهورایی برخوردار شود. ای مردم، این حقیقت را به گوش بشنوید و با اندیشه روشن آن را بررسی کنید. سپس هر مرد و زن راه نیک و بد را برای خویشتن برگزینند. اینجا باز تاکید بر اختیار هست. از همین روی انسان خردمند و صاحب اختیار پاسخگوی تمام اندیشه‌ها، گفتارها و کردارهای خویش است و بر پایه قانون اشع بازتاب همه اندیشه‌ها، گفتارها و کردارهایش به خود او باز می‌گردد. همین بازگشت و بازتاب است که فلسفه وجودی بهشت و دوزخ را می‌آفریند. یعنی واکنش اندیشه، گفتار و کردار انسان او را به سوی بهترین یا بدترین جایگاه راهنمون خواهد شد. اینجا تاکید میکنه بر اینکه یک انسان خردمند که صاحب اختیار هست به دلیل اون خردمندیش بر پایه قانون اشع هر اندیشه و گفتار و کرداری که داشته باشه نتیجهش به خود اون برمیگرده. بازتاب همه اندیشه ها، گفتارها و کردارهایش به خود او باز میگردن. باز هم اینجا تاکید بر این داره که نتیجه این گزینش انسان میتونه بهترین و یا بدترین جایگاه برای او باشه. اگر انسان مانند دیگر موجودات توانایی اندیشیدن و گزینش نداشت، مفهوم بهشت و دوزخ نیز برای او وجود نداشت، چنانکه برای حیوانات هم مفهومی ندارد. بر پایه گاهان خوشبختی و بدبختی مردم به دست خود آنهاست، یا به بیان دیگر بهشت و دوزخ را انسان خود برای خویش می آفرینه. اینجا من توجهتون رو جلب می کنم به اینکه اینجا کاملا دیدگاه گاهانی هست نسبت به بهشت و دوزخ که هر شخص با توجه به اون گزینشی که انجام میده و بازتاب نتیجه اونها بهشت و دوزخ رو برای خودش می آفرینه و باعث خوشبختی و یا بدبختی خودش میشه. در گفتار دوم این موضوع رو بیشتر میشکافه.
اشوزرتشت در گاهان از وجود دو جهان گیتی و مینو و همچنین پاداشی که در هر دو جهان نصیب دینداران خواهد شد و آنان را به سوی خوشبختی و آرامش پیش خواهد برد سخن گفته است. در دیدگاه اشوزرتشت دو نکته ارزشمند درباره بهشت و دوزخ وجود دارد. نخست اینکه سفارش اشوزرتشت به پیروانش این است که نیکی را تنها برای نیکی و خوشنودی اهورامزدا بخواهند، نه برای به دست آوردن بهشت یا ترس از دوزخ. او می‌خواهد مردمان بر پایه عشه زندگی کنند و برای پیشرفت و نو کردن خردمندانه جهان و خوشبخت کردن دیگران تمام توان خود را به کار گیرند. اینجا تأکید می‌کنه که انسان برای به دست آوردن بهشت و یا ترس از دوزخ نیست که دست به انتخاب میزنه و نیکی را فقط برای خود نیکی و خوشنودی اهورامزدا انجام میده. دوم اینکه اشوزرتشت بهشت و دوزخ را تنها ویژه زندگی پس از مرگ نمیداند. به بیان دیگر، پرهیزگاران در این جهان نیز میتوانند از پاداش برخاسته از عشه بهره‌مند شوند و به خوشبختی دست یابند و دروغگویان بازخورد اندیشه، گفتار و کردار نادرست خود را در همین جهان خواهند دید. و نکته دومی که در دیدگاه گاهانی بر اون تاکید میشه این هست که بهشت و دوزخ برای جهان پس از مرگ نیست و در همین جهان هم افراد نتیجه اعمال خودشون رو میبینن. اون شخصی که انتخاب درست رو انجام میده پاداش اون انتخابش رو در همین جهان با خوشبختی خودش به دست میاره و دروغکاران که اندیشه و گفتار کردار نادرست رو انتخاب میکنن در همین جهان نتیجه اون رو میبینن. آری، همگی ما بهشت و دوزخ گاهانی را بارها در زندگی تجربه کرده ایم. هنگامی که با انجام کار نیک حتی اگر پاسخ شایسته از سوی دیگران دریافت نکرده ایم، به واسطه آرامش دل و آسایش وجدان احساس شادمانی داشته ایم و یا در صورت سر زدن رفتار ناپسند جدا از پاسخ آن از سوی مردم به دلیل ناراحتی وجدان در رنج و افسوس به سر برده ایم. در گاهان توصیفات گوناگونی برای بهشت به کار برده شده است که در این میان سه واژه وحشته منه و گرود مانه برجسته‌تر است. وحشته صورت اوستایی واژه بهشت است و به معنی بهترین جای است. وحشته منه به معنی بهترین اندیشه و گرود مانه به معنی خانه ستایش یا سرود است. بهترین جای، سرای بهترین اندیشه و سرای ستایش و سرود زیباترین نام‌هایی است که برای جایگاه و سرمنزل روان پرهیزگاران می‌توان در نظر گرفت. برای دوزخ در گاهان 4 واژه به کار رفته است: اچیشته منه، اچیشته انگهو و دروجود مانه. اچیشته به معنی بدترین جای، اچیشته منه به معنی بدترین اندیشه، اچیشته انگهو به معنی بدترین زندگی و دروجود مانه به معنی خانه دروغ است. دوزخ گاهانی جایگاه بدترین اندیشه و بدترین زندگی، جایگاه پشیمانی و اندوه دانسته شده است. پشیمانی به خاطر از دست دادن یک زندگی خوب و دور شدن از بخشایش اهورامزدا. کسانی که کلام مقدس مزدا را به کار نبندند و چنانچه من آموخته‌ام پیروی نکنند، پایان زندگی آنها پشیمانی و افسوس خواهد بود. چند تا نکته رو من اینجا اشاره بکنم که دونستن معانی که برای بهشت به کار رفته و برای دوزخ به کار رفته، شما حتما اینا رو به خاطر بسپارید، چون از اون سوالهایی هست که نه تنها ممکنه در پایان ترم به کارتون بیاد، در کنکور هم اغلب از این بخش سوالهایی رو مطرح میکنه. پس به خاطر سپردن معانی واژگان رو توصیه میکنم. در اینجا درخواستی که از شما دارم این هستش که به پرسش‌های این 2 بخش پاسخ بدید
پاسخهای این پرسش‌ها به سادگی تو درس مشخص شده و شما میتونید به راحتی اونها رو پیدا بکنید. به امید دیدار شما در سر کلاس. تندرست و پیروز باشید. درودی چو نور دل پارسایان، آموزش دین زرتشتی سال 10 گفتار 8 رو آغاز میکنم. در این بخش جشن شادی در دین زرتشتی و انواع اون رو مورد بررسی قرار میدیم. امروزه نخستین برداشتی که از واژه جشن می شود شادی، سرور و پایکوبی است. اما بررسی واژه جشن، شیوه برگزاری و اهداف آن در ایران باستان دریچه‌ای نو به سوی جهان خوشنودی و خرسندی به روی ما خواهد گشود و مفهوم حقیقی و راستین شادی را نیز به ما نشان خواهد داد. سرچشمه مفهوم واقعی شادی را در گفته‌های اشوزرتشت اسپندمان باید جستجو کرد. آن پیامبر بزرگ خوشبختی و شادی راستین را در خوشبختی و شاد کردن دیگران می‌داند. از دیدگاه وی خوشبخت‌ترین و شادترین مردمان کسانی هستند که با تمام نیرو و توان تلاش می‌کنند تا سودرسان و پیشبرنده جهان باشند. آشتی، آرامش، دانش و خرد را گسترش دهند و جهانی نو بر اساس آیین راستی بسازند. تا اینجا داره وجه تمایز تعریف جشن و شادی از دید یک انسان امروزی و دیدی که در گذشته در خصوص جشن و شادی بوده رو بیان میکنه که امروزه ما هر جا دستفشانی و پایکوبی باشه اون رو جشن حساب میکنیم، در صورتی که طبق گفته های اشوزرتشت خوشبختی و شادی راستین کی به دست میاد؟ زمانی که همه شاد باشند. هدف خوشبخت کردن دیگران هست و وقتی خوشبختی دیگران حاصل بشه اون موقع هست که شادی برای ما به دست میاد. برای همین توصیه کرده که با تمام توان تلاش کنیم تا سودرسان و پیشبرنده جهان باشیم که نتیجه اون آشتی و آرامش هست و توصیه دیگه کرده گسترش دانش و خرد هست. مزدا اهورایی که فرمانروای مطلق است چنین مقرر فرموده: خوشبختی از آن کسی است که دیگران را خوشبخت سازد. پروردگارا، برای استوار ماندن به آیین راستی از تو نیروی تن و روان را خواستارم. که این معنی حات 43 بند 1 هست. اشوزرتشت در گاهان فلسفه شادی و رنج را چنین بیان کرده است: پیروی از راستی مهمترین راه رسیدن به خوشبختی و شادی حقیقی است و دروغ سبب دور شدن از خرسندی و مایه رنج انسان می شود. اشوزرتشت به پیروان خویش اندرز می دهد که برای رسیدن به خرسندی راستین این فلسفه را بیاموزند و دریابند. ببینید یه دستورالعمل واضح و مشخص که برای ایجاد شادی و خوشبختی چه کار باید کرد و اگر اون کار رو انجام ندیم نتایجش چیه. پس برای دستیابی به خوشبختی و شادی ما موظف هستیم که از راستی پیروی کنیم، به همین سادگی. و در غیر این صورت، یعنی پیروی نکردن از راستی که معادل هست با پیروی از دروغ، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش رنج و عذاب خواهد بود. ای مردم، هرگاه فلسفه شادی و رنج را که خداوند خرد مقرر فرموده است بیاموزید و دریابید که دروغگویان و تبهکاران به کیفر دیرپا دچار و درستکاران و پاکان از سود بیپایان خوشبختی بهره‌مند خواهند گردید، آنگاه در پرتو این اصل به خرسندی حقیقی و رستگاری خواهید رسید. شادی با این مفهوم ژرف در کتیبه‌های هخامنشی و نوشته‌های زرتشتی پیشکش اهورامزدا برای انسان دانسته شده است. مفهوم این بند این هست که شادی که همون خوشبخت کردن دیگران هست یک پیشکشی از طرف خداوند برای انسانه. خدای بزرگ است اهورامزدا که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید. این شادی اهورایی در جشن‌های زرتشتی با نیایش اهورامزدا و بزرگداشت جلوه‌های مادی و معنوی او با داد و دهش و خیرات برای آفریدگان
و با همازوری و همبستگی مردمان به بار می نشیند و خویشکاری دلپذیر دینی زرتشتی می شود. در این بند داره میگه که یک فرد زرتشتی در جشنها برخلاف آنچه که تصور میشه دست افشانی و پایکوبی هست به چند مورد خلاصه میشه. 1. نیایش اهورامزدا. 2. بزرگداشت جلوه های مادی و معنوی او. 3. داد و دهش و خیرات. و نتیجه همه اینها همازوری و همبستگی مردمان هست. معنی واژه جشن گواه روشن این سخن است. جشن از ریشه یز اوستایی به معنی ستایش کردن برگرفته شده و نشان می‌دهد ستایش اهورامزدا و پاسداشت آفریده‌های نیک او مهمترین آرمان جشن‌های زرتشتی و سرچشمه واقعی شادی راستین است. اینجا داره تأکید میکنه که مهمترین آرمان و هدف جشن‌های زرتشتی ستایش اهورامزداست و پاسداشت آفریده‌های او که این کار سرچشمه واقعی شادی هست. جشن‌های زرتشتی را میتوان به 3 گروه تقسیم کرد. حالا اینجا دسته‌بندی جشن‌های زرتشتیان رو ارائه میده. جشن‌های ماهیانه، جشن‌های سالیانه و سایر جشن‌ها. حالا جشن‌های ماهیانه چیه؟ در گاه شمار زرتشتی هر یک از 30 روز ماه به نام یکی از ایزدان نامیده شده است و زرتشتیان هنگامی که نام روز و نام ماه برابر شود جشنی را به نام همان ایزد برگزار می‌کنند، مانند جشن تیرگان در روز تیر و ماه تیر یا جشن مهرگان در روز مهر و ماه مهر که اگر تو تقویم نگاه بکنید در هر ماه این جشن‌ها رو مشخص کرده. جشن‌های سالیانه شامل 6 جشن است که گاهانبار نامیده می شود. جشن‌های دیگر، جشن سده در 10 بهمن ماه، جشن نوروز در اول فروردین ماه و جشن زادروز اشوزرتشت در 6 فروردین ماه از دیگر جشن‌های زرتشتیان است. پس ما در این قسمت دسته‌بندی جشن‌ها رو متوجه شدیم و در ادامه درس ما در خصوص جشن‌های ماهیانه و سالیانه بیشتر اطلاعات کسب می‌کنیم. بخش 2 جشن‌های ماهیانه. خب ما در صفحه قبل تعریف کردیم جشن‌های ماهیانه چی بود؟ برابر شدن نام روز و نام ماه. جشن فروردینگان. واژه فروردین با واژه اوستایی فروشی و واژه‌های پهلوی فرورد یا فروهر پیوند دارد. این جشن به یاد روان و فروهر پاک درگذشتگان و نیاکان برپا می شود و به همین دلیل بهدینان در این روز برای انجام مراسم و شادی روان و فروهر درگذشتگان خود به آرامگاه می روند. زرتشتیان این روز را فرودوگ نیز می نامند. هر کدوم از این جشن‌های ماهیانه یک هدف و منظوری داره که در این درس به تک تک اونها اشاره میکنه. اولیش که جشن فروردینگان بود ویژه گرامی داشته روان درگذشتگان است. جشن اردیبهشتگان. نماد مادی اردیبهشت امشاسپند آتش است. زرتشتیان در این روز به درب مهر یا آتشکده می روند و در برابر نور با خواندن اردیبهشتیشت اهورامزدا را می ستایند. خب این که دیگه توضیح نمیخواد، کاملا آنچه که لازم بود رو اینجا نوشته. جشن خردادگان. نماد مادی خرداد امشاسپند آب است. نیاکان ما در این روز به سرچشمه ها و رودخانه ها و کنار دریاها می رفتند و نیایش خداوند را به جای می آوردند. جشن تیرگان. ایزد باران تیر یا تیشتر نام دارد و جشن تیرگان یکی از مهمترین جشن‌های ماهیانه است. بر پایه بیشتر منابع تاریخی این جشن به یاد تیراندازی آرش کمانگیر برگزار می شود. از آیین‌های این جشن شادمانه آب پاشیدن بر روی یکدیگر و بستن بندی 7 رنگ به نام تیر و باد است. بهدینان این بند را که مانند رنگین کمان 7 رنگ دارد به یاد تیر و کمان آرش در روز تیر به مچ دستهایشان می‌بندند و 10 روز بعد در روز باد آن را باز می‌کنند و به باد می‌سپارند.
در اینجا توضیح داده که جشن تیرگان از مهمترین جشن‌های ماهیانه هست که برگزار میشه و فلسفه وجودیش هم گرامی داشته یاد آرش کمانگیر هست. جشن امردادگان. درباره چگونگی برگزاری این جشن در روزگار گذشته آگاهی چندانی نداریم، چون امشاسپند امرداد نگهبان گیاهان است. شاید ایرانیان باستان در این روز به دامان طبیعت می‌رفتند و به نیایش اهورامزدا می‌پرداختند. این از اون جمله جشن‌هایی هست که در مورد نحوه برگزاری اون در گذشته اطلاع خاصی در دست نیست. جشن شهریورگان. شهریور امشاسپند نگهبان فلزات است. از چگونگی برگزاری این جشن در ایران باستان اطلاع زیادی نداریم. باز در مورد برگزاری این جشن هم مثل جشن امردادگان خیلی اطلاعاتی در دست نیست. جشن مهرگان. این جشن را شاید بتوان مهمترین جشن ماهیانه زرتشتیان دانست. در گذشته مدت این جشن 6 روز بوده است. از روز مهر آغاز می شد و تا روز رام ادامه داشت. روز مهر را مهرگان عامه و روز رام را مهرگان خاصه می نامیدند. امروزه برخی از بهدینان یزد این جشن را 5 روزه برگزار می کنند. این جشن یادآور پیروزی فریدون بر ضحاک است. توصیه می کنم در مورد این جشن دقت بیشتری بکنید، چون اغلب از این جشن سوالهایی مطرح میشه. غیر از اون اهمیتی که این جشن در ایران باستان داشته خیلی مهم هست که این جشن رو در 6 روز برگزار میکردن، اما امروزه ما فقط 1 روز مهرگان رو جشن میگیریم، ولی در گذشته 6 روز این جشن طول میکشیده که از روز مهر شروع میشده و در روز رام به اتمام میرسیده. جشن آبانگان. این جشن ویژه گرامی داشته ایزد نگهبان آب هاست. در این روز بهدینان به کنار آب روان می روند و در بزرگداشت مقام این ایزد که یکی از مهمترین جلوه های اهورامزدا است، آبانیشت یا آبزور می خوانند و اهورامزدا و آفریده های نیک او را می ستایند. جشن آذرگان. آذر ایزد آتش است. در این جشن زرتشتیان به آتشکده و آدریان می روند و با خواندن آتش نیایش که بخشی از خرده اوستاست جشن آذرگان را گرامی می دارند. اما توجهتون رو به جشن دیگان جلب می کنم که اغلب سوال امتحانی از این هست. جشن دیگان. دی از واژه اوستایی دعوش به معنی آفریدگار گرفته شده است. در هر ماه سال 4 روز اورمزد، دی به آذر، دی به مهر و دی به دین به نام آفریدگار نامیده شده اند. بنابراین در ماه دی 4 جشن دیگان داریم که نخستین آنها یعنی روز اورمزد و دی ماه را خرم روز نیز می نامند. مثلا این خرم روز در طی چند سال گذشته به عنوان سوال امتحانی مطرح شده. در نوشته‌های تاریخی درباره این جشن آمده است از آنجایی که ایرانیان خداوند را برترین پادشاهان می‌دانستند، در ایران باستان در روز جشن دیگان پادشاه تخت را رها می‌کرد و با جامه سپید و بر فرشی سپید در میان مردم می‌نشست و با ایشان غذا می‌خورد و به رسیدگی کارهای ایشان می‌پرداخت. پس در ماه دی 4 تا جشن دیگان داریم که این تفاوت مهم جشن دیگان نسبت به جشن‌های ماه‌های دیگر هست. جشن بهمنگان. در نوشته‌های عربی و فارسی این جشن را بهمنجه نامیده اند که صورت دیگر بهمنگان است. از شیوه برگزاری این جشن در روزگار باستان آگاهی چندانی نداریم. تاریخ نگاران پوشیدن پوشاک نو و پختن آشی به نام آش بهمنجه را از آیین‌های این جشن دانسته‌اند. جشن اسفندگان. این جشن برای بزرگداشت امشاسپند سپندارمزد نگهبان زمین و زنان درستکار و پاکدامن برگزار می شود. زن نیز مانند زمین نماد باروری و افزایندگی است. از این رو این جشن برای ارج نهادن به جایگاه زنان و مادران برپا می شود. ابوریحان بیرونی از این جشن به نام مزدگیران یاد کرده که جشن ویژه زنان بوده است و در آن مردان به زنان هدیه می دادند. ببینید ما 12 تا ماه داریم، از فروردین تا اسفندگان هست، اما
در ماه دی ما چون 4 تا جشن دیگان داریم، تعداد جشن‌های ماهیانه ما به 15 میرسه که اغلب این به عنوان سوال 4 گزینه‌ای، سوال تستی مطرح میشه که تعداد جشن‌های ماهیانه زرتشتیان چند تاست که عدد 15 رو شما باید علامت بزنید. خب دوستان، شما زحمت میکشید پاسخ پرسش‌های درس رو جستجو میکنید در درس و به امید خدا در هفته‌های بعد پاسخ صحیح رو خدمتتون ارسال میکنم. به امید پیروزی و تندرستی شما. خدا نگهدار. درودی چون نور دل پارسایان. درس 10 از کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه 11 رو میخوام شروع کنم، اما قبل از اینکه درس رو شروع کنم خلاصه‌ای از آنچه تا کنون درباره مکتب ارائه کردم خیلی سریع خدمتتون ارائه بدم و بعد از اون درس رو شروع بکنم. ابتدا اون میز مکتب رو مجددا یادآوری میکنم. ما گفتیم که هر انسانی دارای یک جهانبینی هست و پیرو اون ایدئولوژی رو اتخاذ میکنه که مجموعه جهانبینی و ایدئولوژی مکتب اون شخص رو تشکیل میده. بعد ما گفتیم که اگر این مکتب شامل 3 پایه توحید، نبوت و معاد باشه، به اون مکتب میگن مکتب الهی. توحید چی بود؟ توحید باور به یگانگی خداوند بود، نبوت باور به پیامبری پیامبران و معاد اعتقاد به جهان پس از مرگ. اما ما گفتیم این جهانبینی چی هست؟ جهانبینی اون بینش شخص نسبت به جهان هست که مجموعه هست‌ها و نیست‌های اون مکتب رو در حقیقت تشکیل میده. و اما ایدئولوژی مجموعه بایدها و نبایدها، این که چه کارهایی باید انجام بشه و چه کارهایی نباید انجام بشه تا اون شخص بتونه به اون مقصدی که در اون مکتب تعریف شده برسه. حالا رابطهشون با هم چی هست؟ رابطه جهانبینی و ایدئولوژی این هستش که هرچه جهانبینی ما عمیق‌تر و کاملتر باشه، به تبع اون ایدئولوژی هم جامع‌تر و دقیق‌تر خواهد بود. در درس‌های قبلی اشاره کردیم که انسان‌ها دارای 2 نوع هدایت هستند. این هدایت از سوی پروردگار برای انسان‌ها تعریف شده. اول هدایت عمومی هست که در همه موجودات به طور طبیعی وجود داره که امکان رسیدن به هدف رو برای اونها فراهم می‌کنه. این که اشاره کرده در همه موجودات، در گیاهان، در جانوران و در انسان این مشترک. اما هدایت نوع دوم چیه؟ هدایتیه که از طریق قانونگذاری برای موجودات تعیین شده. این موجودات چه موجوداتی هستند؟ موجوداتی که صاحب اختیار هستند و نیاز به راهنما دارند که خب توی موجودات آفریده پروردگار فقط انسان هست که این ویژگی ها رو داره. بعد اومدیم فعالیت‌های انسان رو دسته‌بندی کردیم که 2 نوع بود، نوع غریزی و نوع تدبیری. در فعالیت‌های غریزی هر موجودی 2 تا ویژگی رو برای اون عملش در نظر میگیره، یا برای رسیدن به یک لذت هست یا برای فرار از یک رنج. غیر از این 2 حالت نداریم که با توجه به اسلاید قبلی با هدایت الهی در جهت تأمین نیازهای حیاتی اون موجود قرار میگیره. اما فعالیت نوع دوم که فعالیت تدبیری هست شامل باز 2 بخش هست، یا از روی عقل و اراده اون کار انجام میشه یا از روی مصلحت که برای رسیدن به هدف نیازمند طرح و نقشه هستن. اما در درس‌های قبلی ما داشتیم بررسی می‌کردیم که خب انسان میتونه از طریق دانشش مسیری رو انتخاب کنه و در راه اون قدم برداره. اما گفتیم دانش بشری 2 تا نقص داره، یکی نقص نسبی هست و دیگری نقص مطلق. حالا تعریف اینها چی هست؟ نقص نسبی منظور اینه که
یا علم بشر در هر مقطع زمانی یه سری کمبودهایی داره که به مرور زمان این کمبودها برطرف میشه، که مشابهش دنیا خیلی زیاد هست که یک موضوعی شاید برای بشر یک موقعی خیلی موضوع پیچیده‌ای بوده، ولی الان موضوع بسیار ساده‌ای هست و از کنار اون به عنوان یک علم بدیهی عبور میکنه. دوم اینکه جهان یعنی اینقدر بزرگ و پیچیده هست که باز دانش بشری قدرت درک تمام اون جنبه‌های مختلف و رابطه بین اونها رو نمیتونه درک بکنه و در اون مواقع انسان میگه نمیدونم. اما دانش بشری یک نقص مطلق رو داره و اون موضوعاتی که علم و تجربه اصلا نمیتونه اونها رو پوشش بده. حالا مثل چی؟ علوم ماورالطبیعه، چیزهایی که نه علم بهش دسترسی پیدا کرده نه تجربه انسان. اما پیرو در حقیقت اون دانش بشری شخص میاد و یک جهانبینی پیدا میکنه و به تبع اون یک ایدئولوژی که مکتب بشری، مکتب غیر آسمانی رو در حقیقت تشکیل. اما یه مکتب دیگه هست که باز اون در تصویر اول اشاره کردیم، مکتب‌های الهی که اون 3 تا پایه رو داشت، که اینجا اومده ویژگی‌های مکتب‌های آسمانی یا الهی رو بررسی کرده که از طریق وحی به پیامبران الهام شده. این مکتب‌ها داره 2 تا جنبه هستن، یکی جنبه شناختی که هم جنبه جهانبینیه و دومی جنبه تربیتیه. جنبه شناختی رو ما در جلسه پیش با هم مرور کردیم. این جلسه قرار در مورد جنبه تربیتی با هم صحبت بکنیم. ما در جنبه شناختی 2 تا موضوع رو مد نظر قرار دادیم: جهان در آینه دین که جهان رو به 2 بخش محسوس و نامحسوس تقسیم کرد و دیگر اینکه انسان در آینه دین که انسان به عنوان یکی از آفریده‌های پروردگار یک سری ویژگی ها داره. اولا اینکه جانشین پروردگار بر روی زمین هست و این رسالت انسان هست. در ازای این رسالت یک مسئولیتی داره انسان برای اینکه خودش رو در حقیقت بشناسه و در راه تعالی گام برداره. انسان از طریق فطرتش هست که با خدا آشنا میشه و خداوند عقل به انسان داده که انسان از این طریق صاحب اختیار میشه و به تبع این عقل انسان هم ظرفیت‌های علمی نامحدودی پیدا میکنه و هم ظرفیت‌های عملی نامحدود. اما در این جلسه ما تمرکزمون بر روی جنبه تربیتی مکتب آسمانی هست که باز خودش 3 شاخه رو تحت پوشش قرار میده که ما شروع میکنیم توی این درس در مورد این صحبت کردن. نیاز به مکتب آسمانی 2. در درس 9 به بررسی ویژگی مکتب انبیا در بعد جهانبینی پرداختیم. حال در این درس می‌خواهیم به بررسی دومین ویژگی تعالیم انبیا که مربوط به بعد تربیتی می‌شود بپردازیم. یعنی می‌خواهیم این موضوع را بررسی کنیم که مکتب تربیتی انبیا دارای چه ویژگی‌هایی است و چه تفاوت‌هایی با مکاتب مادی دارد، همون مکاتب بشری. انسان از نظر ابعاد روحی و از نظر آنچه بعداً شخصیت انسانی او را می‌سازد موجودی بالقوه است، یعنی بذر ارزش‌های انسانی در وجود او به صورت یک سلسله استعدادها نهفته است. به تعبیر دیگر همان گونه که یک هسته خرما استعداد درخت خرما شدن را دارد و از این جهت گفته می شود که هسته خرما بالقوه یک درخت خرما است. انسان نیز در ابتدای تولدش استعداد انسان شدن را داراست و انسان بالقوه است، یعنی او هنوز انسان نیست بلکه تنها از نظر ساختمان جسمانی و ظاهری انسان است، نه از نظر ابعاد روحانی و ارزش‌های انسانی. بذر این ارزش‌ها و ابعاد روحانی وجود انسان
تنها در پرتو تربیتی ویژه و زدوده شدن آفتهای راه تدریجاً از زمینه وجود انسان سر برمی آورد و همینها هستند که فطرت انسان را تشکیل می دهند و وجدان فطری و انسانی انسان را می سازند. انسان اگرچه حامل ارزش‌هایی همچون جانشینی خدا در زمین و امانتداری از جانب اوست، اما همه کرامت‌ها و کمالات انسان تنها به صورت یک سلسله استعدادها در وجود او قرار دارد و چنین نیست که هر انسانی خود به خود به این ارزش‌ها دست یابد، بلکه بروز این استعدادها نیازمند عامل مهم تربیت است. تربیت یعنی پرورش دادن و شکوفا نمودن استعدادهای درونی یک شی که این میشه تعریف تربیت. در اینجا این سوال مطرح است که اگر انسان بخواهد از حد حیوانیت فراتر رفته و استعدادهای انسانی و ارزش‌های الهی او شکوفا شود، بر اساس چه نظامی باید تربیت شود؟ اهدافی که در یک نظام تربیتی در زمینه پرورش وی مورد توجه است، باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟ علاوه بر آن چه شخصی و با چه ویژگی‌هایی شایستگی آن را دارد که مربی انسان‌ها باشد؟ در حقیقت اینجا تمرکز بر روی اون پایه نبوت هست. خصوصیات هدف‌های تربیتی مکتب دین. خب قبل از اینکه من این بحث رو شروع کنم خدمتتون، اجازه میخوام یک خلاصه ای از آنچه میخوایم توی این درس بخونیم رو براتون مرور کنم. اومده انواع مکاتب رو بررسی کرده که دو نوع مکتب ما داریم. مکتب چی بود؟ مجموعه جهانبینی و ایدئولوژی. باز در اون تصویر اول ما داشتیم مکاتبی که بر پایه توحید و نبوت و معاد قرار بگیرن میشن مکتب الهی و اونهایی که پایه توحید رو نداشته باشن مکتب مادی میشن، مکتب غیر الهی میشن. خب حالا ویژگی مکاتب الهی چیه؟ اولین ویژگیش اینه که آگاهی بر تمام نیازها و استعدادهای انسان رو دارن. 2. توجه به تمامی واقعیت‌های جهان هستی. 3. هدایت انسان به سوی اهداف و کمالات. حالا مورد سوم دارای یک سری ویژگی‌هاییه که این اهداف و کمالات واقعی‌اند، ملموسن، امکان دسترسی به اونها وجود داره. اهداف مطابق با میل ذاتی و خواسته‌های فطری انسان است، یعنی کاملاً با فطرت انسان مطابقت داره، فرای آنچه در توان انسان هست نیست. و مورد سوم این که شکوفا کننده همه استعدادها و ارزش‌های روحانی انسان است، یعنی علاوه بر در نظر گرفتن توانایی‌های جسمانی شخص، توانایی‌های روحانی شخص رو هم در نظر میگیره و با توجه به هر دو مورد هست که باعث گام برداشتن انسان در مسیر اهدافش هست. اما مکاتب مادی برخلاف مکاتب الهی اولا در شناسایی جهان هستی و ماهیت انسان ناتوان هستند. در ثانی یک سری اهداف و کمالاتی رو مطرح میکنن که جنبه واقعی ندارن و به صورت کاذب هستند. و سوم اینکه این اهداف رشد دهنده همه استعدادهای انسان نیستند. بعضی از جنبه‌های وجود انسان رو خیلی بهش توجه میکنن ولی بسیاری از جنبه‌ها رو ازش چشم پوشی میکنن. خب حالا من برمیگردم و دوباره خصوصیات هدفهای تربیتی مکتب دین رو با هم مرور میکنیم. مکتب انبیا به دلیل بهره‌مندی از تعالیم الهی با آگاهی بر تمامی نیازها و استعدادهای انسان و همچنین با توجه به تمامی واقعیت‌های جهان هستی انسان را به سوی اهداف و کمالاتی هدایت می‌کند که آن اهداف و کمالات دارای 3 خصوصیت مهم است. 1. آن اهداف و کمالات واقعی است، بدین معنی که تحقق آن اهداف در جهان خارج امکان پذیر است. 2. خواسته فطری انسان است و انسان با یک میل ذاتی و کشش و عشق درونی متوجه آن اهداف و کمالات است.
3. در برگیرنده همه نیازهای وجود انسان و رشد دهنده و شکوفا کننده همه استعدادها و ارزشهای روحانی اوست، که این 3 مورد رو تو اون تصویر هم به صورت خلاصه آورده بودن. ولی مکاتب بشری به دلیل ناتوانی که نسبت به شناسایی جهان هستی و ماهیت انسان و ارزش‌های او دارند، اهداف و کمالاتی را برای انسان مطرح می‌سازند که یا کاذب است و منطبق بر نظام جهان و خواسته‌های فطری انسان نیست، و یا اگر در ابتدا موافق با طبع انسان است، به دلیل عدم توافق با همه ابعاد و وجود شخصیت انسان، آن هدفها شکلی ناقص داشته نمیتواند انسان را به سرمنزل کمال برساند. باز این هم همون 3 تا قسمتی بود که در قسمت پایین اون تصویر آورده بود. به عنوان نمونه هرگاه هدف اصلی در یک مکتب تأمین رفاه مادی انسان باشد، چنان که اکثر مکتب‌های بشری و به خصوص مکتب‌های مادی چنین هدفی را دنبال می‌کنند، می‌توان نارسایی‌های این هدف را بر اساس اصول فوق چنین بازگو کرد. اولا نظام خاص جهان طبیعت که همه امور آن محدود و موقت است و تحصیل هیچ هدفی در این نظام خالی از رنج و زحمت نیست، اجازه تحقق چنین هدفی را به انسان‌ها نمی‌دهد. از یک طرف انسان‌ها باید زحمت فراوانی متحمل شوند تا بتوانند شرایط یک زندگی مرفه را فراهم آورند که باید گفت تا این مرارت‌ها و رنج‌ها هست اثری از رفاه نیست، و از طرف دیگر هنگامی که شرایط لازم تحصیل شد تازه این رفاه زودگذر خواهد بود، چرا که دنیا دار تغییر و فناست. جسم انسان سلامتی و جوانی او به زودی دچار فرسودگی و زوال خواهد شد و علاوه بر آفت طبیعی از قبیل سیل، زلزله و بیماری و غیره، مسئله بزرگی همچون مرگ به عنوان نقطه پایانی بر حیات دنیوی انسان در پیش است. اگر اندکی در این باره دقت شود، ملاحظه خواهد شد آنچه که در این دنیا امکان تحقق دارد، نوش همراه با نیش و لذت همراه با رنج است، آن هم در دوره‌ای بسیار کوتاه و موقت. ثانیاً این هدف خواسته حقیقی انسان نیست. درست است که انسان در طلب سعادت است، ولی این سعادت مادی نمیتواند باشد، چرا که هیچگاه هیچ هدف مادی اعم از مقام، ثروت و شهرت هرچند بزرگ هم که باشد نتوانسته است طبع بی نهایت جوی انسان را ارضا نماید. انسان مدام که در طلب یک هدف مادی است، رسیدن به آن هدف برایش هیجان آور و شیرین است، اما همین که به آن رسید می‌یابد که این هدف آن چیزی نیست که همه نیازهای او را پاسخگو باشد. برای یک دانش آموز قبول شدن در دانشگاه و تحصیل در یک رشته معتبر بسیار دلانگیز است، تا حدی که شاید وی سالها در تب و تاب رسیدن به این هدف به سر برد. اما همین که به این هدف رسید در می‌یابد که ظرف طلب و کشش او بسی وسیع‌تر و پردامنه‌تر از آن است که این هدف بتواند آن را پر نماید و لذا راضی نمی‌شود و آرام نمی‌گیرد. ثالثاً این هدف تأمین کننده همه نیازها و رشد دهنده همه استعدادهای انسان نیست. یکی از مهمترین کشش‌های وجود انسان میل به جاودانگی است و کشش مهم دیگر در وجود انسان میل به کمال و تعالی است. این هر دو هیچگاه با رفاه مادی قابل جمع نیستند. انسان مرفه از آن جهت که رفاهش را موقتی و پایان پذیر می‌بیند و حیاتش را تا لحظه مرگ می‌شمارد، همواره در اضطراب است. هرگاه که نظرش از رفاه موجود به سوی پایان زندگی جلب می شود، دردی جانکاه و غمی پایان ناپذیر عمق جانش را فرا می گیرد، زیرا که در مقابل نیاز او به تحصیل سعادتی دائمی پاسخی دریافت نمی کند و همچنین از آنجا که رفاه طلبی نقطه مقابل کمال جویی است، هیچگاه طمع تعالی و کمال را در جانش نمی چشد. آنچه که زاییده و محصول رفاه است رخوت است و سستی، نه رشد و بالندگی. بنابراین همان گونه که اندامهای مختلف بدن انسان یک ارتباط دقیق حساب شده با هم دارند و باید رشدی هماهنگ داشته باشند، ابعاد روحی و روانی انسان نیز دارای ارتباطی بسیار دقیق و ظریف با هم هستند. ابعاد روحی و روانی انسان یک کل تجزیه ناپذیر است. اراده انسان در ارتباط با آگاهی و علم وی
و این دو در ارتباط با عواطف و خصلت‌های اخلاقی و هر سه در ارتباط با خلاقیت و هنر و این مجموعه در پیوند با عشق و پرستش در انسان است. همه از هم تأثیر پذیرفته و در رشد و یا تضعیف یکدیگر مؤثرند. لذا رشد همه این ابعاد در انسان لازم و ضروری است. اینجاست که تنها مکتب پیامبران به دلیل اطلاع بر تمامی استعدادهای انسان میتواند رشدی متعادل به انسان ببخشد و انسان را از یک بعدی شدن و رشدهای سرطانی موجود در مکاتب بشری نجات بخشد. در چنین تربیتی که جز تربیت دینی نمیتواند باشد، ترس و تهور به شجاعت، خودخواهی به ایثار، شهوت به عفت، تکبر به کرامت نفس، غرور به عزت نفس، بخل و امساک به بخشش و جود تبدیل شده و در یک کلمه انسان می شود. خب حالا میاد در حقیقت میگه که مکتب الهی با دید کاملی که نسبت به انسان داره تمام جنبه های اون رو چه از جنبه مادی چه از جنبه روحانی با هم رشد میده تا بتونه به اون هدف نهاییش برسه. حالا میگه ثمره انتخاب مکتب تربیت انبیا چیاست؟ بنابر توضیحات فوق، مکتب انبیا برخلاف مکاتب بشری به واسطه هدایت انسان به سوی اهدافی که از یک طرف هماهنگ با نظام هستی است و از طرف دیگر منطبق با ساختار روحی و جسمی اوست، در صحنه وجود انسان تحول و رستاخیزی به وجود می آورد که همه استعدادهای او را برانگیخته به شکوفایی می رساند و انقلابی عظیم در عمق جان انسان برپا می کند. انقلاب و رستاخیزی که کم کم رشد نموده، دامن اجتماع را فرا گرفته و از مرحله تحول و انقلاب فردی به مرحله تحول و انقلاب اجتماعی منتهی می شود. تحول انقلابی در تمامی ابعاد جامعه. پس چی شد خلاصه این؟ میگه که مکاتب تربیتی انبیا انسان رو با توجه به شناخت تمامی ابعاد وجودی انسان از جنبه مادی و معنوی به طور هماهنگ رشد میده، چه از جنبه روحی و چه از جنبه جسمی، ضمن اینکه اهدافی ملموس و منطقی برای اون تعریف میکنه و در پی این در حقیقت ساختار انقلابی عظیم در عمق وجود انسان، هر انسان به وجود میاره که این انسان در دامان جامعه هست و این انقلاب فردی باعث انقلاب اجتماعی میشه که این تحول در تمام ابعاد جامعه خودش رو نشون میده. انسان با ایمان چون میداند که کیست، کجاست و به کجا میرود، لذا دچار پوچی و سرگشتگی نیست. زندگی در نظر او که هم خودآگاه است و هم خدا آگاه معنا و چهره‌ای دیگر می‌یابد. اینجا توجه کنید این دو تا کلمه رو، میگه زندگی در نظر انسان پیرو مکتب تربیتی انبیا هم خودآگاه است و هم خدا آگاه. پس نتیجه این دوتا آگاهی چهره دیگری به زندگی شخص میده. قیافه جهان در نظر او تغییر می‌یابد و عناصری علاوه بر عناصر محسوس در ساختمان جهان به وی ارائه می‌شود. جهان خشک و سرد مادی به جهانی جاندار و با شعور و آگاه تبدیل می‌شود. این چنین انسانی از آن جهت که جهان را هدفدار و هدف جهان را خیر و کمال می‌داند، نسبت به نظام هستی و قوانین آن خوشبین است و از روشندلی و اطمینان خاطر و آرامش باطنی خاصی برخوردار است. تربیت دینی به واسطه آنکه همه ابعاد انسان را رشد می‌دهد، نه تنها اندیشه ها را نیرو می‌بخشد و عقل ها را اغنا می‌کند، بلکه در دل انسان شور زندگی می‌افکند و شوق حیات را در ژرفای روح او زنده می‌کند. به او حرکت می‌دهد و زندگیش را قداست می‌بخشد. و این از ویژگی‌های مکاتب آسمانی است که حوزه گرایش آدمی را از عالم تنگ خاکی فراتر می‌برد و تا به سرحد عالم ملکوت گسترش می‌دهد و در انسان ایمان می‌آفریند. خب اگر ما بخوایم این رو یک جمع‌بندی بکنیم، اینجا اشاره می‌کنه که شخصی که در مکتب تربیتی انبیا، در مکتب الهی
پرورش پیدا میکنه، هم جنبه جسمانیش مورد توجه هست، هم جنبه روحانیش. و انسان به صورت هدفمند رشد پیدا میکنه که این هدفمندی اول باعث ایجاد یک انقلاب در وجود اون میشه و نتیجه این انقلاب تحول اجتماعی رو به وجود میاره که یعنی اجتماع در راه هدف متعالی گام برمی‌دارن و به صورت متعادل. اینجا باز تأکید به متعادل بودن داره. اینجا اشاره کرده که این انسان نه تنها هدفدار هست، جهان را خیر و کمال می‌داند و نسبت به نظام هستی و قوانین آن خوشبین است که مجموعه اینها باعث میشه که در دل انسان شور زندگی ایجاد بشه و شوق حیات در ژرفای روح او زنده میشود. اینجا کلمه قداست رو آورده. قداست در حقیقت میشه اون پاکی و اینجا میگه زندگیش را قداست میبخشد، یک پاکی خاصی به زندگی انسانی. خب اما در بحث بعدی میخواد در مورد انبیا صحبت بکنه که این شخصی که قرار این کار بزرگ رو انجام بده چه ویژگی داشته باشه. سرمشق تربیت. علاوه بر نیاز انسان به برنامه تربیتی همه جانبه‌ای که رشد دهنده تمام استعدادهای فطری او باشد، یک نیاز اصیل و اساسی دیگر نیز برای انسان وجود دارد که جز از طریق شخصیت‌های آسمانی تأمین نمی‌شود. بدین معنی که انسان برای رسیدن به کمال وجودی خویش نیازمند به سرمشق و الگو است. نیازمند به یک انسان نمونه و ایدئال است که تمامی ابعاد انسان کامل در وجود او تحقق یافته و نمونه انسانیت باشد، به طوری که پیروی از او انسان را در مسیر رشد و اعتلاء شخصیت حقیقیش پیش برد. بدون دسترسی به چنان مثل اعلای انسانیت و بدون شناخت چنان انسان‌های پیشرو که بتوانند رهبر انسان‌ها به سوی حق و کمال باشند، سازندگی کمال شخصیت انسان امری ناممکن است. اینجا تأکید داره میکنه که بدون وجود پیامبران و اون رسولان یا آموزگاران دین، انسان هر چی تلاشم بکنه نمیتونه به اون هدفش دست پیدا بکنه. به بیان دیگر، از آنجا که انسان باید با اراده خیش در مسیر پرپیچ و خم کمال قدم بردارد و در این راه باید در مقابل بسیاری از سختی‌ها مقاومت نموده و از بسیاری از هواها و امیال نفسانی خود صرف نظر نماید، لذا نیازمند به محرکی نیرومند و جاذبه‌ای قوی است. این جاذبه از دو طریق باید تأمین شود: هدف و الگو. اینجا توجه کنید، گفته که برای گام برداشتن در اون مسیر تعالی دو تا عامل هستند که باعث رسیدن به اون تعالی میشن. یک هدف است، دومی الگو. همان گونه که لازم است یک نظام تربیتی با ارائه هدفهایی که خواسته فطری و درونی انسان است، شوق حرکت و عشق به مقصد را در آدمی ایجاد نماید، همچنین لازم است با ارائه الگوی انسان کامل در چهره یک مربی دلسوز عشق و محبت را بین انسان و مربی خویش برقرار سازد تا مشکلات و سختی‌های راهی که مربی بدان دعوت می‌کند در پرتو عشق و محبت به راحتی و سهولت پشت سر گذاشته شود. اینجا داره تأکید میکنه به اون پایه نبوت که در حقیقت ما تا حالا تأکید بر اون پایه توحید داشتیم، اما حالا میگه بدون داشتن اون پایه نبوت ما کمیتمون لنگه. یعنی اگر اون نباشه رسیدن به اون مقصد امکان پذیر نیست. اگر این میز ما اون پایه نبوت رو نداشته باشه دیگه میز نخواهد بود. از طرف دیگر با وجود الگو در متن جامعه امکان تحریف و یا کمرنگ شدن هدف در بین راه و انحراف از مسیر و بازماندن از مقصد از بین می رود. اینجا میخوام یک مثالی بزنم که شاید بتونه کمک بکنه. طبیعتا خیلی از دوستان کوه رفتن، صعود هم یه سری مشکلاتی داره، آدم خسته میشه، حالا ممکنه از راه بیفته بیرون اینا، اما اگر یک شخص بلد راه داشته باشی یا لیدری داشته باشی توی مسیر
شما میتونی پشت سر اون پا بذاری، مسیری که اون کوبیده شما پشتش بری، مطمئنی که نه از مسیر دور میافتی و میدونی که اون قبلا رفته به مقصد رسیده و تو رو میتونه توی مسیر راهنمایی بکنه. حتی اگر هم خسته بشی و گاهی احساس ناامیدی بکنی، با دادن انرژی به تو شما رو میتونه به حرکت واداره. اگرچه مکتب‌های گوناگون در زمینه انسانشناسی و معیارهای انسانیت بحث‌ها کرده‌اند، اما هیچ یک از آنها نتوانستند حتی یک نمونه از انسان کامل و انسانیت حقیقی را به جوامع بشری عرضه کنند تا رهبر و مربی انسان در راه کمال باشد، بلکه برعکس اغلب صاحبان مکتب‌ها خود به صورت‌های گوناگون به لغزش‌ها و نقص‌ها و نارسایی‌های خویش اعتراف کرده‌اند. تنها در مکتب آسمانی است که در اثر تربیت الهی شخص پیامبر خود الگو و نمونه انسانیت حقیقی و انسان ایدئال است. ببینید در این درس، شاید تا حالا تو این درسایی که خونده بودیم هیچ کدوم به این شدت روی در حقیقت الگو تاکید نداشت، بیشتر رو جنبه‌های فکری و علوم تجربی و اینها مانور میداد، ولی اینجا داره تاکید زیادی میکنه بر این که برای رسیدن به مقصد اگر الگو نباشه یا رسیدن به اون غیر ممکنه یا بسیار دشوار. مثال ساده ترش رو بخوام بزنم، برای حل یک مسئله، حالا به فرض در نظر میگی ریاضی، ممکنه دانش آموز هر لحظه با مشکلی برخورد بکنه. راحت ترین راهش چیه؟ راهی حل کردن این مسئله چیه؟ یکی این که خب خیلی وقت بذاری و هر روشی میشه تلاش بکنی تا اینکه جواب مسئله رو به دست بیاری. اما یکی از مطمئن ترین و راحت ترین راه ها اینه که هر جا به مشکل برخورد کردی دست بالا میکنی که و از اون معلمت، از اون استادت میپرسی که اینجا مثلا من از چه راهی برم بهتره، یا مثلا راحت تر به نتیجه میرسم، یا اصلا به نتیجه میتونم برسم یا نه. و اون استاد با یک راهنمایی کوچیک شما رو میتونه در دستیابی به اون پاسخ راهنمایی بکنه و شما رو کلی جلو بندازه. البته این جمله بندی بسیار دشوار بود و خیلی ساده تر میتونیم در زندگی روزمره‌مون این رو ببینیم. حالا من مثال کوه زدم، مثال معلم زدم، باز مثال دیگه بخوام بزنم، شما مثلا میخوای بری مسافرت، راه‌های مختلفی برای کسب اطلاعات هست. شما میتونید از طریق نقشه، از طریق حالا الان که سیستم‌های جهتیابی هم که بسیار پیشرفت کرده، از طریق اونا کمک بگیری و راهت رو انتخاب بکنی. اما یکی از راه‌های در حقیقت سنتی و بسیار کارآمد برای اینکه شما بتونید بری یک سفر و از اون سفرت بهره کافی ببری، استفاده از تجربیات افرادی که قبلا این کارو کردن، مثلا اون مسیر رو سفر رفتن یا به اون جایی که شما در نظرتونه رفتن و شما با پرسیدن از اونها میتونی به اون هدفت برسی و لذت کامل رو ببری. رسول باطنی، حالا در حقیقت اینجا داره یک بخش دیگه از وجود انسان رو مورد کاوش قرار میده که اسمش رو گذاشته رسول باطنی. حالا ببینیم چی هست. آنچه که تاکنون تشریح گردید در زمینه اثبات نارسایی قوای فکری و علمی و عملی انسان در هدایت همه جانبه خویش و نیاز او به یک مکتب آسمانی بود. اینک می‌خواهیم ببینیم که آیا این نارسایی قوای انسان به معنای تعطیل نیروهای او و از جمله قدرت تعقل اوست و آیا آنچنان که برخی پنداشته‌اند میان اصول و قواعد دین آسمانی و مبانی عقلی و استنتاجات آن تضاد و ستیزی وجود دارد. در معارف دینی از عقل به پیامبر باطنی تعبیر گردیده است
و این خود میرساند که در بینش دینی عقل و دین دو چیز مخالف هم که قبول یکی مستلزم نفی دیگری است نمی باشد. عقل و دین هر دو موهبتی هستند از جانب خداوند به عالم انسانی تا با اتحاد و پیوند آن دو کشتی حیات بشری بر دریای پرتلاطم زندگی به ساحل نجات و سرمنزل نهایی رهنمون گردد. اگر نیروی عقل را به ناخدای کشتی حیات انسان تشبیه کنیم، آموزش‌های رسیده از طریق پیامبران نیز به سان قطب‌نمایی است که باید جهت حرکت را تعیین و با همکاری و مشارکت این دو حرکت به سوی هدف زندگی صورت پذیرد. اینجا تشبیه خوبی کرده که در حقیقت اگر بخوایم در یک مسیر ناشناخته گام برداریم، ما نیاز به 2 تا عامل داریم. یک، نیاز به یک نقشه داریم. دومی، نیاز به یک قطب‌نما داریم که آقا بهمون بگی که ما از کدوم ور بریم. پس اینجا میگه که عقل اون ناخدای کشتی است و پیامبران و آموزش‌هایی که اونا ما دادن اون قطب‌نماست که ما رو از سردرگمی بیرون بیاره. به همین علت تعالیم آسمانی در مواردی است که یا عقل و دانش بشری در آنجا به کلی عاجز و ناتوان است و یا نیازمند به راهنمایی کلی و نشان دادن خط صحیح حرکت است، وگرنه در مواردی که عقل و اندیشه بشری به تنهایی میتواند گره از حل مشکلی بگشاید، تعالیم آسمانی تکلیف را متوجه خود انسان نموده است تا با به کار بستن نیروهای درونی خیش در مسیر تکامل و حل مشکلات خیش گام بردارد، نظیر تحصیل علوم و فنون مختلفه و کشف درمان بیماری‌ها و بسیاری از مسائل مربوط به زندگی فردی و اجتماعی. با این بیان انبیا وظیفه داشتند چراغی بر سر راه اندیشه بشری فرا دارند تا از تاریکی‌های تحیر و سرگشتگی خارج شود و در روشنایی‌های هدایت آسمانی با شتابی افزونتر در جهت کشف حقایق گام بردارد و از آفات راه در امان باشد. میگه قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. یعنی میگه که این قطره اگر بپیونده به اون دریا جزو دریا محسوب میشه، اگر نه اون یه قطره است و دریا هم دریا. خب امیدوارم این مباحثی که مطرح شد براتون مفید بوده باشه. حالا از جنبه آگاهیش به کنار، ولی از جنبه آمادگی برای کنکور که فکر میکنم بخش پایانی کتاب 11 از اون بخشای خیلی پرتست هست برای آزمون کنکور. خب من پاسخ پرسش ها رو به مرور براتون ارسال میکنم و به امید خدا اینها رو ما یه مروری هم در سر کلاس خواهیم داشت. فقط میمونه کتاب ویژه زرتشتیان که در حقیقت اونها رو خیلی در سالهای پیش خوندید شما، فقط ما مرور میکنیم و اون خیلی زمان نمیبره، اون رو به سرعت میتونیم با همکاری هم پیش ببریم. امیدوارم که این توضیحات مفید بوده باشه برای شما برای درک این مطالب، که مخصوصا این مطالب این بخش پایانی جمله های بسیار